سلام عرض ادب خدمت همه. آقا من اصلا عادت ندارم گوشی دست و مفتی میفروشم و پستش کنم، ولی امروز یه اتفاق عجیب افتاد. آقای محمدی نمیخوان نقل تصویر باشن، این پولا رو آوردن یه دونه آیفون 13 دست و 3 سال کار کرده باتری تعویض 39 میلیون تومان بخرن. تازه اینا 15 میلیونش تراوله، اینا بقیهش 10 تومنیه. یه همچین پولی شده یه گوشیه 3 سال کار کرده. حالا یه چیز جالب‌ترش برای مردم، امروز یکی از دوستان یه پولی آورده اینجا که بدم به یکی دیگه. اینا پول عراقیه، کشور دوست عزیزمون عراق. این چند تا برگ پول 2 برابر این پولاست. ببین قربونه برم ما داریم کجا زندگی عزیز من. تا کی چی میشه؟ جهان